саёҳат дар кишвари маҳбуби азизамон гуворо асту дилфиреб. ҷумҳурии тоҷикистон сарзамини сайёҳист. дар даврони солҳои истиқлолият маҳз бо ташаббуси пешгирифтаи сарвари давлат ва бо обод гардидани пойтахти мамлакат макони сайёҳӣ гаштааст. ман саид ансорӣ ном дорам, аз аҳли афғонистон ҳастам. аз пешрафт дар тоҷикистон бениҳоят хурсанд ҳастем. тоҷикистонро воқеан мо бисёр зебо ёфтем. از هر گوشه و کنارش ما لذت میبریم، از رویه و برخورد مردمش لذت میبریم. تاجیکستان وطن دوم خود میدانیم. حکومت تاجیکستان که برای مردم خود، برای وطن خود دلسوز هستند. از روزی به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سیموی اصلی این شهر مهرآفرین روز تا روز دیگرگون و زیباتر شده است. Меня зовут Александр, приехал я из Москвы, прилетел вчера. Мне понравилось очень, во-первых, гостеприимство данного города, как и страны, просто людей, которые в аэропорту спрашивали, кто ли меня точно ли встретит, если меня точно встретит, поехали ко мне. То есть я сразу даже очень удивился этому, но я сказал, что нас по-любому встретит брат, так что чуть позже можно будет навестить гостя. Вот, как только вышел из аэропорта, мне понравился воздух очень приятный и красота Душанбе. قامت افروختن بینای آثارخانه ملی تاجیکستان، کتابخانه ملی تاجیکستان، بلندترین پرچم دولتی، میدانهای ورزشی، باغ‌های فرهنگی و صدها انشاءات تعلیمی و تندرستی که همه این شهر دوشنبه را زیباتر نموده است. نام من اتو، از افریقا هستم. تاجیکستان کشوری خیلی هم زیباست. مردمش مهربان و صمیمی است. خوراک‌های ملی مخصوصاً آش پلو برایم پسند آمد. در اسکندرکول بودم. منظره‌هایش زیباست. در طبیعت دلفریبش سیر و گشت نمودم. شهر دوشنبه شهری آزاده و دلرباست. برای مهمانان تمام شرایط‌ها مهیاست. موضع‌های زیبایی زیاد دارد که سیاحان با شوقی بلند سیر و گشت می‌نمایند. با مردم تاجیک برای مهمان نوازیشان تشکر می‌گویم. بعد صاحب استقلال گردیدن بناهای نو و زمانوی استقامتی، باغ‌های فرهنگ و فراغتی، کتابخانه‌ها، طربخانه‌ها، بازارهای نو و زمانوی، تئاترها قامت افروخته همچون مرکز نو اقتصادی و سیاسی و فرهنگی گشته است. امروز شهر دوشنبه مکان پیوندگر دوستی تمام تاجیکان جهان و دیگر قوم و ملت‌ها گردیده است. همه سال صدها سیاحان از کشورهای خارج به تماشای دوشنبه می آیند و برای خود جهان غذای معنوی می گیرند. نام من بسری مایکیو. تاجیکستان سرزمین دلفریب و دقت جلب کننده است. چند مدت است که در شهر دوشنبه قرار داریم. وقتمان خیلی هم خوش می گذرد. هرچی زیادتر می خواهیم که در اینجا سفرمان را ادامه دهیم و بیشتر موضع‌های زیبایش را تماشا نماییم. در باغ‌ها سیر و گشت نمودیم. فضای آرام شهر دوشنبه برای هر یک مهمان پسند می‌آید. دوشنبه با باغ‌ها و کوچه‌های افسانه‌ایش در دل سیاحان مسکن می‌گیرد. دنیا نانا نام دارم. از افریقا هستم. برای سیر و سیاحت به تاجیکستان آمدم. در خوجند، استرافشان و دیگر موضع‌های تاجیکستان سیر و گشت نمودم. برای من از همه بیشتر پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه پسند آمد. شهری است در آغوش زیبایی‌ها. از آن خوشحال شدم که مردم تاجیک برابر مهمان را دیدن در حال سلام میگویند و احوال میپرسند. با صمیمیت مردم تاجیک سپاس میگویم. شکرانه دوران استقلالیت میکنیم که شهر دوشنبه زیباترین در مقیاس جهان معرفی گردیده است. تاجیکستان واقعا سرزمین سیاحی و فرهنگی و فراغتی است. در ضمیر هر سیاح جایگاه خویش را پیدا میکند. این همه پیشروی ها دلالت از صلح و ثبات و دوران استقلالیت است.